درود دوستان، یک خبر خوش از ورزش MMA. حلیم نظراللهیف که 12 برد دارد و یگان باخت ندارد در ورزش MMA، به نزدیکی باید یا در کانتندر دانا وایت مسابقه کند یا که راستی با UFC شرطنامه بندد. در این بابت او خودش به نزدیکی در اینترویو گفت بعد یک مسابقه اش که او رقیب رو نکات تکنیکی مغلوب کرد و بعد این در اینترویو گفت که ما حاضر با دانا وایت رئیس UFC ملاقات داریم و شاید که به نزدیکی یا در دانا وایت کانتندر من برآمد کنم یا که با UFC شرطنامه بندم. این خیلی خبری خوش است و اگر حلیم نظراللهیف با UFC شرطنامه بندد، این الان پنجم ورزشگری تاجیک می شود که در شرکت UFC اشتراک میکند. دیگران لایق رجبوف، محمد نعیموف، موین غفوروف و نورالله علیف. و اگر حلیم نظراللهیف با نزدیکی شرطنامه بندد، این پنجمین ورزشگری تاجیکستانی می شود و خاطر رسان میکنند که حلیم نظراللهیف یگان باخت ندارد، 12 برد و یگان باخت. او حتی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف واخوری کرده است. در یک مسابقه بین المللی بود و در آنجا نمایندگی تاجیکستان رو حلیم نظراللهیف میکرد و در آنجا با پرزیدنت تاجیکستان و پرزیدنت روسیه واخورد و با پرزیدنت تاجیکستان گفت که من کوشش میکنم که تاجیکستان رو در اینجا دست بالا شم و تاجیکستان رو خوب معرفی کنم. دوستان، حلیم نظراللهیف رو در کامنت ها دستگیری کنید و حلیم نظراللهیف موفقیت آرزو نمایید و دعا کنید که با هم دعا کنیم که حلیم نظراللهیف به مقصدش برسد و با UFC شرطنامه بندد. این یک راستی ورزشگرا حاضر زمانه شده که در دنیا وطن رو، ملت رو ورزشگران معرفی میکنند. اگر ورزشگری خوب باشی تمام دنیا تو را میشناسد، مثل حبیب نورمگامدوف، مثل جان جونز و اونا میدونن که مردم میدونن که تو از کجا اومدی. داغستان که کوچک است تمام دنیا اونا میشناسه، برای که اسلام مخاچف، حبیب نورمگامدوف، انکلایف اینا و قهرمانای UFC هستند. برای همین دوستان ورزشگران رو در کانال دستگیری کنید، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و ان شاء الله که با هم ما پیش میرویم و ملت خود را سربلند میکنیم. خدا یار و یاورتون باد.